سلام به دوستان که کانال منو دنبال میکنن. این قسمت که مشاهده میکنین و اون ستونایی که میبینین اینجا مربوط میشه به پلی هست که اتوبانی است که شرق اصفهان رو به هم متصل میکنه، واقع در شهر بهارستان. الان دارن ستونای پل نصب میکنن که در آینده زیرگذر رو گذر میشه. این طرف هم خود اتوبانه که هنوز نیمه کاره هست، به خوبی مشاهده میکنه. اون ساختمونایی هم که روبرون میبینید تمامش مسکن ملی شهر بهارستان. این نمای زیبا، این کوه ها هم که تماشا میکنید متصله به کوه های کلاه قاضی که منطقه کلاه قاضی هم یه منطقه حفاظت شده ها پشت این کوه ها هست. این هم نمایه است کوه و اطراف این اتوبان که داره ساخته میشه.